شماری از علمان دینی از جوانان خواستند که برای تحکیم وحدت و همبستگی در جامعه تلاش کنند. سخنرانان در مراسم بزرگداشت از فعالیت‌های معنوی عالم برجسته دینی اهل تشیع محمد اسحاق فیاض که در منطقه دشت برچی شهر کابل برگزار شده بود گفتند که اگر افراد جامعه امور زندگی خود را بر اساس اصول اسلامی پیش ببرد، زمینه‌های پیشرفت و توسعه بهتر در جامعه فراهم خواهد شد. عمل کردن به دستورات دینی در واقع یک آرامش برای انسان میده و تشویش‌های زندگی را از انسان برمی‌دارد. ما هم اگر بیاییم به می دستورات عمل کنیم، قطعاً دغدغه‌هایی که فعلاً بسیار زیاد است در منگیر جوانان شده ای کم و کمتر شده می‌ره. شخصیت‌های علمی را بشناسیم، آثار و مکتوب‌های علمیشان را مورد تحقیق و بررسی قرار بدهیم که انشاءالله همچنین شخصیت‌های دیگر در جامعه اسلامی خصوصاً در طبقه محقق و پژوهشگران محصلین دیگر ناشناخته باقی نماند. انشاءالله رایشان را پر رهرو باد تا باشد که انشاءالله توفیق بده خداوند که ما در این مسیر در مسیر معرفت شخصیت‌های علمی ما گام بلند و مؤثر را برداریم. در این مراسم از ابعاد گوناگون زندگی شخصیت علمی محمد اسحاق فیاض و همچنان از تلاش‌ها و خدمات علمی و معنوی وی یادآوری و قدردانی شد. الله فیاض در طول این 96 سال یک چیز بیشتر نداشت و آن معنویت، اخلاص و در یک کلام خدا با خود داشت. برای خدا درس خواند، برای خدا نفس کشید. از دست رفتن بخشی از سرمایه علمی، معنوی و اخلاقی امت جهان اسلام و جهان تشیع است. شهرت و آوازه نیکش برای ابد و برای همیشه در سینه تاریخ بشری ثبت است. محمد اسحاق فیاض در سال 1309 خورشیدی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی افغانستان چشم به جهان گشود و آموزش‌های ابتدایی خود را در زادگاهش فرا گرفت و سپس برای ادامه تحصیل به کشورهای ایران و عراق سفر کرد و در طول زندگی خود خدمات علمی و معنوی فراوان انجام داد.